سلام رفقا، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز با یک ویدیو دیگه در خدمتتون هستیم. این ویدیو در مورد یکی از مهمترین مباحث ترید یعنی نواحی عرضه و تقاضا هستش. نواحی که به ما نشون میده چارت در اون ناحیه قیمتی که هست در دست خریدارها هستش و در دست فروشنده. به شکل‌های متفاوت میتونیم این نواحی عرضه و تقاضا رو پیدا کنیم. در این ویدیو میخوام از طریق نواحی بیس و کندل های بیس تشخیص بدیم که نواحی عرضه و تقاضای ما کجاست. پیدا کردن این نواحی به ما ستاپ های ورود به پوزیشن رو میده. حالا با هم دیگه جلوتر کامل بررسی خواهیم کرد. قبل از اینکه بفهمیم نواحی عرضه و تقاضا رو چجوری میشه کشید، باید به این توجه داشته باشیم که ما کلاً 4 نوع ساختار قیمتی داریم و کل بازار از این 4 نوع ساختار تشکیل شده. بیایم با هم دیگه اینا رو بررسی کنیم. ساختار اول رالی بیس رالی بیس دراپ بیس دراپ بیس رالی هستش. بیایم با هم دیگه این ساختارها رو بررسی کنیم که اصلا به چه معنایی هستش. ببینید، رالی به معنای صعود قیمت با کندل های صعودی هستش یا با کندل های بولیش. دراپ به معنای نزول قیمت با کندل های نزولی یا کندل های بیریش هستش. بیاید شکل های اینا رو با هم دیگه بررسی کنیم. گفتیم رالی یعنی صعود قیمت، به این حالت ما میگیم رالی. بیس رالی. اوکی، این قسمت رالی بیس رالی رالی بیس دراپ رالی بیس دراپ دراپ بیس دراپ. ببینید دراپ این ناحیه بیس ما هستش. دراپ بیس رالی. در کل بازار کلا از این 4 نوع ساختار تشکیل شده، ولی به این تمیزی که من میکشم نیستش. یعنی مثلا ممکنه که رالی به این شکل اتفاق افتاده باشه، بیس به این شکل اتفاق افتاده باشه و رالی بعدیش به این شکل باشه. این ناحیه بیس برای ما هستش، درسته؟ پس به این تمیزی که اینجا کشیده شده نیستش، ولی کل بازار از این 4 نوع ساختار تشکیل شده. ممکنه که بیسش یک ناحیه رنج باشه یا یک ناحیه‌ای که وارد کانال شده با شیب کمتر. حالا ما چطور با این ساختارها میتونیم نواحی عرضه و تقاضا رو تشخیص بدیم؟ خیلی ساده است. ببینید، بعد از اینکه بیس تشکیل میشه، اگه قیمت وارد فاز نزولی بشه، مثل اینجا رالی بیس دراپ بیس دراپ، ناحیه بیس ما این ناحیه برای ما ناحیه عرضه میشه که بهش اصطلاحاً تو انگلیسی میگن سوپلای زون. ناحیه‌ای که فروشنده ها اینجا اوردرهای فروش زیادی گذاشته و با هم دیگه میریم توی چارت بررسی میکنیم. قیمت بعد از بازی کردن در ناحیه‌های پایین وقتی به این ناحیه میرسه، ببینید با هم دیگه مشخص کنیم. قیمت بعد از بازی کردن در این نواحی وقتی به این ناحیه میرسه، به احتمال زیاد این ناحیه به عنوان یک ناحیه مقاومت عمل کنه و باعث بشه که قیمت باز از اینجا ریزش کنه و در این ناحیه اینجا ناحیه ورود ما هستش. اوکی، و وقتی قیمت بعد از بیس وارد فاز صعودی میشه، ببینید مثل رالی بیس رالی دراپ بیس رالی، این ناحیه دیمند ما میشه که بهش میگن ناحیه تقاضا. یعنی در اینجا فروشنده ها خریدارها اوردرهای خرید زیادی گذاشتن. وقتی که قیمت بار دیگه به این ناحیه میرسه، ما انتظار اینو خواهیم داشت که قیمت از این ناحیه باز فاز صعودی برداره. به همین سادگی ما با شناخت ساختار بازار و تشخیص ناحیه بیس میتونیم نواحی عرضه و تقاضامون رو پیدا کنیم. به این نکته توجه کنید، وقتی که زمانی ناحیه عرضه و تقاضا برای ما
معتبرتره که موقع خروج از ناحیه بیس، حالا چه دراپ باشه چه رالی باشه، با کندل های بزرگ و مومنتوم شدیدتری اتفاق بیفته. و توجه داشته باشید که با هر بار برخورد به این ناحیه ها از اعتبار این ناحیه ها کاسته میشه. یعنی مثلا میگم بعد از 3 بار برخورد ما این شانس رو میتونیم بدیم که بعد از برخورد سوم قیمت بتونه از این ناحیه رد بشه و این ناحیه رو بی‌اعتبار بکنه. خب بریم با هم دیگه توی چارت، الان دقیقاً توی چارت طلا هستیم، چارت لایو طلا هستیم. بریم با هم دیگه بررسی کنیم و نواحی عرضه و تقاضا رو پیدا کنیم و ببینیم که بازار چه ریاکشنی نسبت به این نواحی نشون میده. خب این تایم فریم 1 ساعته هستش. بریم از همینجا این نواحی رو با هم دیگه بررسی کنیم. ببینید برای تشخیص نواحی، اگر برای شما حالا کندل بار سخته، میتونید چارت رو به شکل لاین بکنید، یعنی قیمت رو به شکل لاین بکنید و اول اینجا ساختار بازار رو تشخیص بدید، بعد به شکل کندل بکنید و نواحی رو واسه خودتون پیدا کنید. ببینید ما از همینجا اگه شروع بکنیم، اینجا یک دراپ، بیس، رالی. از همینجا یک رالی اتفاق افتاده، بیس تشکیل شده و دراپ. پس این ناحیه بیس ما هستش، درسته؟ ببینید خب اینو به شکل کندل بکنیم. شما وقتی میخواین ناحیه بیس رو تشخیص بدین، وقتی ساختار بازار رو تشخیص دادین، میتونین یک تایم فریم کوچیک‌تر بکنید تا اون ناحیه بیس رو بهتر درک کنید. ببینید اینجا ناحیه بیس ما هستش، درسته؟ کندل های بیس اصولا کندل هایی هستن که بدنشون نسبت به شادوشون کوچیک‌تره. ببینید این کندلی که اینجا زده شده، این سه تا کندل های بیس ما هستن و این کندل رو ما به عنوان کندل اصلی در نظر میگیریم. گفتیم بعد اینکه قیمت از ناحیه بیس نزولی میشه، ما به این ناحیه سوپلای یا ناحیه عرضه میگیم. به این ناحیه رو رسم کنیم از همین کندل. ببینید به چه زیبایی وقتی قیمت به این ناحیه رسیده چه ریاکشنی نشون داده. برخورد اول نتونسته بشکنه، برخورد دوم نتونسته بشکنه و برخورد سوم هم نتونسته بشکنه و یک ریزش رو انجام داده. حالا دقیقاً طبق چیزایی که گفتیم از همینجا میتونیم وارد پوزیشن بشیم، درسته؟ از همین ناحیه وقتی از این ناحیه وارد پوزیشن میشیم، استاپمون بالای ناحیه، حالا اینجا ناحیه سوپلای هستش، میذاریم. تارگتمون رو باید کجا بذاریم؟ ببینید تارگتمون رو میایم یک ناحیه، تو همین شکل ناحیه تقاضا پیدا میکنیم تو گذشته بازار. ببینید بیاین اینو لاین کنیم. اینجا رو با هم دیگه بررسی کنیم. خب اینجا یک دراپ، بیس، رالی اتفاق افتاده، درسته؟ بعد از اون اینجا هم یک رالی اتفاق افتاده، یک رالی، بیس و رالی. پس اینجا بیس ما هستش. این ناحیه تقاضا برای ما هستش که حالا اینو جلوتر هم میگیم. به اصطلاح اینجا به این کندل گره هم میگن. و تیپیمون دقیقا باید همینجا قرار میذاشتیم. درسته؟ خب بریم تایم فریم 1 ساعته کنیم، بریم جلوتر با هم دیگه بررسی کنیم. خب ببینید بعد از اینجا دراپ،
بیس، اینجا بیس ما هستش، اینجا بیس ما هستش و بعد یک دراپی اتفاق افتاده. پس این ناحیه سوپلای برای ما میشه، ناحیه عرضه برای ما میشه، درسته؟ چون بعد از تشکیل بیس قیمت نزولی بوده. کندل هایی رو در نظر میگیریم که بدنشان از شادوهاشون کوچیک‌تره. ببینید بعد از برخورد اول دقیقا همینجا از همین ناحیه ما میتونستیم وارد پوزیشن شورت بشیم. تیپیمون رو کجا قرار میدادیم؟ بعد برمیگشتیم. اولین تیپی که ما میتونستیم قرار بدیم همین تیپی هستش، درسته؟ چون اینجا دراپ، بیس، رالی اتفاق افتاده و این ناحیه تقاضا برای ما هستش. خب بریم با هم دیگه بررسی کنیم اینجا تا ببینید وقتی اعتبارش رو از دست میده، مثلا اینجا این ناحیه رو شکسته، درسته؟ ببینید وقتی که نواحی اعتبارش رو از دست میده، یعنی وقتی ما اون نواحی عرضه و تقاضا رو پیدا میکنیم و قیمت بعد از برخورد بهش هیچ ریاکشنی نشون نمیده، مثل همینجا ببینید اول ریاکشن رو نشون داده، درسته؟ از همین ناحیه حمایت شده، ولی در برخورد دوم این ناحیه رو شکسته. ما میتونیم این ناحیه رو پاک کنیم، این ناحیه دیگه به درد ما نمیخوره، درسته؟ ببینید اینجا یک بار دیگه در برخورد دوم، اینجا برخورد اولش بود، در برخورد دوم مقاومت شده ولی در برخورد سوم شکسته. پس میتونیم این ناحیه رو هم حذفش بکنیم چون به درد ما نمیخوره. خب ببینید قیمت اومده به این ناحیه رسیده. در این ناحیه گفتیم که اینجا بیس ما هستش، درسته؟ و به اصطلاح گره هم بهش میگن که اینو جلوتر یاد خواهیم گرفت. دراپ، بیس، دراپ اتفاق افتاده. این ناحیه بعد از اینکه چون بعد از بیس ما دراپ اتفاق افتاده، این ناحیه میشد ناحیه عرضه ما و همین ناحیه یک ناحیه برای ورود به پوزیشن های شورت برای ما بود. بریم با هم دیگه این رو بکشیم. ببینید یک بار، دو بار، سه بار برخورد کرده و چهار بار برخورد کرده و این ناحیه رو نشکسته. حالا ما این ناحیه رو اگر نمیتونستیم پیدا کنیم و در نظر بگیریم، ببینید ما تا اینجا رفتیم، دراپ، ببینید بیس اینجا به شکل یک کانال هستش. ما گفتیم بالاترم بیس قرار نیست یک ناحیه افقی، یعنی یک ناحیه رنج باشه، میتونه یک کانال با شیب کم هم باشه. اینجا بیس ما هستش، بعد دراپ، بیس، بریم با هم دیگه رو بررسی کنیم. دراپ، بیس و رالی ما هستش، درسته؟ بعد بیایم جلوتر با هم دیگه بررسی کنیم. رالی، بیس، دراپ. ببینید کندل بیس ما هستش، بدنه از شادو کوچیکتر هستش، پس این کندل هم به ما ناحیه عرضه را نشون میده. ما حتی اگر این رو هم در نظر نمیگرفتیم، با دیدن این کندل و این رالی بیس دراپ میتونستیم ناحیه عرضمون رو تشخیص بدیم. خب ببینید فرض کنید تشخیص دادیم و اینجا وارد پوزیشن شدیم، درسته؟ گفتیم استاپ بالای این ناحیه باید باشه. تیپمون رو باید کجا قرار میدادیم؟ ببینید بیا اگه با هم دیگه بررسی کنیم، اینجا یک ساختار دیگه هم وجود داره، رالی، اینجا بیس، رالی. این کندل بیس ما میتونه باشه.
ما این رو دیمند در نظر میگیریم، ناحیه تقاضا. چرا؟ چون بعد از بیس قیمت وارد فاز صعودی شده. تی پی ما به سادگی اینجا قرار میگرفت. از همین ناحیه میتونستیم وارد پوزیشن لانگ بشیم. اگر اینجا وارد پوزیشن لانگ میشدیم، استاپمون پایین ناحیه تقاضا. خب تی پی مون کجا؟ می اومدیم و گذشته رو با هم دیگه بررسی میکردیم. ببینید گذشته این ناحیه رو ما بخوایم بررسی کنیم، میشه دقیقاً اینجا: رالی، بیس، دراپ. وقتی ببینید توی تایم فریم 1 ساعته با هم دیگه بررسی کردیم، وقتی نتونیم اینجا کندل بیسمون رو تشخیص بدیم، میتونیم تایم فریم رو کوچیک‌تر کنیم تا بتونیم کندل بیسمون رو راحت‌تر تشخیص بدیم. ببینید خب توی 30 دقیقه نتونستیم تشخیص بدیم، میریم توی 15 دقیقه. خب ببینید بسیار عالی. این کندل بیس ما هستش. درسته گفتیم بدنه از شادو کوچیک‌تر. پس این ناحیه عرضه ما هستش. چرا؟ چون بعد از کندلمون، بعد از ناحیه بیسمون وارد فاز نزولی شده. ناحیه سوپلای ما هستش. اینجا وارد پوزیشن می شدیم، تی پی مون تا اینجا قرار می گرفت. دقیقا باز هم مثل گذشته عمل می کردیم، چون اینجا ناحیه دیمندمون هست، ناحیه سوپلایمون هستش. اینجا وارد پوزیشن شورت می شدیم. این دفعه کجا؟ ببینید این دفعه تا اینجا. چرا؟ چون بیایم اگه گذشته‌شو با هم دیگه بررسی کنیم، دراپ، بیس، رالی اتفاق افتاده. پس این ناحیه دیمند ما یا ناحیه تقاضای ما هستش. و این و تیپیمون میخورد. و خب ببینید این ناحیه رو با یک کندل صعودی، با یک کندل نزولی بی اعتبار کرده. هم این ناحیه‌مون رو بی اعتبار کرده، هم این ناحیه‌مون رو بی اعتبار کرده. ببینید گذشته‌شو رو با هم دیگه بررسی بکنیم. اینجا گفتیم یک ناحیه بیس داریم. نسبت به همین ناحیه بیس ببینید ما از اینجا تا اینجا یک ناحیه بیس داریم. درسته؟ نسبت به همین ناحیه بیس ریاکشن نشون داده و از همینجا قیمت فاز صعودی برداشته. امیدوارم که این ویدیو به دردت خورده باشه و نواحی عرضه و تقاضا رو به خوبی یاد گرفته باشی. حتما بعد از دیدن این ویدیو خودت برو روی چارت امتحان بکن. نواحی عرضه و تقاضا واقعا یکی از مهمترین نواحی ما است، یکی از مهمترین مباحث ما هستش، چون ما با این نواحی مستقیما میتونیم وارد پوزیشن بشیم. البته که قبل از پوزیشن باید حتما تاییدیه بگیریم، یعنی تاییدیه ورود بگیریم که جلوتر توضیح خواهیم داد به چه شکلی هستش. و امیدوارم که این ویدیو برای شما مفید باشه. اگه تا اینجای ویدیو با ما بودی، یعنی اینکه خوشت اومده، خیلی خوشحال میشم که چنل رو سابسکرایب کنی و ویدیو رو لایک کنی تا این ویدیو به دست دوستان بیشتری برسه.